یک کتابی از به نام جنگ شکر در کوبا. ژان پل سارتر، فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی، این بلند میشه بعد از انقلاب کوبا میره کشور کوبا. چگوارا، ارنست چگوارا، این شریک مبارز آرژانتینی که اومده بود کمک فیدل کاسترو و کوبا رو آزاد کرد، این شد وزیر اقتصاد در دولت کاسترو. ژان پل سارتر اول کتاب جنگ شکر در کوبا میگه رفتم اونجا ساعت 2:30 شب به من وقت جلسه داده بودن. 2:30 شب. یک انسان کمونیست، یک وزیر 36 ساله جوان ملحد، بی خدا بوده دیگه، اعتقاد به خدا نداشته. چگوارا سر ایمان به کفر ساعت 2:30 شب تازه قرار جلسه داده به فیلسوف بزرگ فرانسوی ژان پل سارتر. میگه رفتم اونجا دیدم نگهبان‌ها همون رو صندلی‌هاشون اسلحه تو بغلشون خوابیدن، نیمه خواب نیمه بیدار. رفتم توی جلسه، پشت در اتاق چگوارا آمد، دوش گرفته بود، سر حال، سیگار برگ کوبایی گوشه لبش، یونیفرم نظامی توی تن، اومد نشست محکم ساعت 2:30 شب. بهش گفتم چرا این وقت شب جلسه گذاشتی؟ گفت ما خیلی کار عقب مانده داریم، دیگر نباید خفت، لذا خیلی باید کار انجام بدیم. اینو ژان پل سارتر توی پرانتز نوشته، دیگر نباید خفت. یک جوان ملحد مارکسیست از آرژانتین میاد کمک میکنه به کوبایی ها آزاد میشن، پست و مقام رو رها میکنه. اون روزی که وزیر بود 2:30 شب به فیلسوف بزرگ فرانسوی وقت میده، بلند میشه میره پست و مقام رو ترک میکنه، به فیدل کاسترو میگه خداحافظ، کشور تو آزاد شد، من باید برم سایر کشورها رو آزاد کنم. میره توی بولیوی و آمریکایی‌ها توی بولیوی جنگ چریکی رو انداخت و آمریکایی‌ها تو بولیوی کشتنش. دریغ از یک چگوارا، دیگر نباید خفت.